یه عده مهمون بودن واسه نهار مود با شرایط موجود مشتاق و پریشون بودن با داد و هوا رو نوای تارو سندروم پای بیقرار با ترشی سیر و نون و پنیر و لوفی دو مسیو بشیر رسید قرمه سبزی تو به تموم وعده های خورده و نخورده میرسی بعد صرف نهار و دود سیگار و یه چرت احتمالی با بوق دراز شد چای و کت لحاظ به چه شوری چه جمعی چه حالی با بولینگ مجازی برج و بروسازی همیشه